به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام بیننده های خوب شبکه تهران هر جا که هستید، در هر جایی از ایران عزیز و پهناور اسلامی، شبتون بخیر باشه. از اینکه بیننده برنامه ما هستید از شما سپاسگزاریم. این برنامه تابستان است، ویژه برنامه 16مین جشنواره تابستانی کیش. ما سعی کردیم در این برنامه که ویژه برنامه 16مین جشنواره تابستانی کیشه، بخش‌های مختلف، جاهای دیدنی و جذابیت‌های فرهنگی، هنری و تفریحی و طبیعی جزیره کیش رو خدمت شما معرفی بکنیم که اگر شما تشریف میارید به جزیره کیش بدونید که از چه لحظه‌هایی میتونید استفاده بکنید و از چه جاهایی میتونید دیدن بکنید. این برنامه رو حتما تا پایان با ما همراهی کنید که نکات زیبایی برای شما خواهیم گفت. این شما و این هم 16مین جشنواره تابستانی کیش، برنامه تابستانه. این یکی از تابلوهای بسیار زیبا و ماندگار استاد فرشیانه که به نام علمدار کربلا مشهور و معروفه. اما این تابلوی نیست که نقاشی شده باشه. یکی از اثرهای استاد فرشیانه که یکی از اساتید بسیار خوب و برجسته معرق‌کاری این رو به صورت معرق در آورده و اینجا خود نمایی میکنه. میخوام در این بخش همراه بشیم با استاد کیومرث صیادی که برای ما صحبت میکنن از هنر معرق‌کاری. آقای صیاد وقت شما بخیر، خیلی خوشحالیم که شما رو زیارت میکنیم. مرسی، ما هم خوشحال هستیم در خدمت شما هستیم و بینندگان عزیز. این هنر معرق چه سالی پیدا شد و بنیانگذار شما میدونید چه کسی بود؟ الان تو ایران که حدود 60 سال مثلا سابقش تا اینکه من پیگیری کردم، استاد امامی بودن که از استادای قدیم و خدایشون رو رحمت کنه تازگی مرحوم شدن و از اساتید مسلم بودن و تعدادی استادم هستن که کار میکنم. من خودم حدود 40 سال هست که خود من آشنا هستم با معرق. به عنوان استاد برجسته معرق‌کاری بفرمایید که این تابلوها رو به چه نحوی طراحی میکنید؟ از آثار اکثرا از آثار استاد فرشیانه، نه؟ توضیح میدم خدمتتون. نمایشگاهی که حالا شما ملاحظه بکنین یا عکسشو گرفته باشین، فیلمشو، نمایشگاه است که تعداد 6-7 اثر استاد فرشیان هست و حدود 15 اثر استادای برجسته دنیا هست. برای طراحی تابلوهای معرق‌کاری اول شما طرح خامو با مداد میکشین، بعد روش کار میکنین؟ توضیح مختصر میدم. خب الان که سیستم کامپیوتری شده یه مقدار کارمون راحت تر شده. ما عکسی که انتخاب کردیم این عکس رو بزرگ میکنیم به اون اندازه‌ای که میخوایم تابلو رو کار کنیم، بعد روی تخت سلایی چسبیده میشه و این به صورت آنالیز میشه، به صورت یه پازل در میاد این تخت سلایی. بعد جای این پازلا به ترتیب عوض میشه با رنگای طبیعی چوب. حالا خیلی سریعش من خدمتتون عرض کردم. کار سختیه، خیلی کار سختیه. خب یه بخشی از برنامه ما رو ببینید، یه سری از تابلوهای استاد صیاد رو و پس از اون برمیگردیم در خدمت شماییم و یه گفتگوی دیگه با ایشون انجام خواهیم داد. یک سری تابلوها رو ببینید. خب دیدی تابلوها رو، واقعا آقای صیاد چه هنر دستی دارن و چه تابلوهای زیبایی رو خلق کردن. قطعا دوستان بیننده ما که دیدن خیلی تمایل دارن اینکه از این تابلوها رو داشته باشن برای خودشون. شما برای فروش گذاشتین این تابلوها رو؟ والا کلا در طول 22 سالی که این نمایشگاه کار شده حدود 24 تا تابلو من کار کردم، چون بیشتر کارهای شبم بوده، چون کار اصلی مثلا معرق کاری نیست. اینه که اینا تقریبا یه نمایشگاهی هست که جوره، من دیگه عمری نیست که دوباره بخوام تابلوهای دیگر رو درست کنم. واسه همین سعی کردیم که برای دیدن مهمونایی که جزیره میان این نمایشگاه باشه.
ما از شما خیلی تشکر میکنیم. اگه نکته‌ای باقی مونده در پایان گفتگومون بفرمایید استفاده میکنیم. نکته اینه که هدف از برگزاری نمایشگاه حفظ و ارائه هنر ایرانی و مقابله با نفوذ کشورهای دیگه که برای اینکه میراث ما رو از بین نبرن بیشتر بر این کار مبنا قرار داده شده و هیچ گونه درآمد یا فروش از این تابلو برای من متصور نیست و درآمد فروش پوسترهای نمایشگاه هم حتی ما برای محک در نظر گرفتیم که به حسابشون واریز میکنیم موقعی که پوسترها چاپ میکنیم. حمایت از کودکان سرطانی. کودکان سرطانی. خب تمام تلاش من و همه همکارانم اینه که بتونیم ان شاءالله هنرمندانی مثل حضرت عالی رو که اینقدر زیبا هنرهای بدی و خلاقانه‌ای رو دارن معرفی بکنیم به بیننده‌های خوب شبکه تهران. از شما سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. درود بر شما.